سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من یه بار دیگه برگشتم با خلاصه ای از یه کتاب دیگه که همین الان تمومش کردم و خیلی اصلا احساس خوبی بهم داد و انقدر احساساتم رو درگیر کرده بود که گفتم تا داغه بیام در موردش یه توضیح کوچولو بدم، یه خلاصه کوچولو. حالا نمیخوام داستانو مثلا براتون تعریف کنم، شاید تو قسمت دوم ویدیو این کارو بکنم که اگه دوست داشتین داستانو بدونین، ولی اگه فقط میخواین برین کتابو بخونین، میخواین ببینین چی به چیه، اون تیکه اول ویدیو رو گوش کنین و تصمیم بگیرین. که من کلا ولی پیشنهاد میکنم 100% برین کتابو بخونین. کتاب درمان شوپنهاور هست، نویسندش هم اروین یالوم. یعنی اروین یالوم فکر میکنم همه دیگه بشناسن، مخصوصا به اون کتاب معروف وقتی نیچه گریستش که خیلی از اون کتابای تاثیرگذار بود و من فکر کنم 6-7 سال پیش شدم بیشتر خوندمش، ولی هنوز اون لذتش رو تو ذهنم دارم. اون وقتی که میخوندم و اون حالت داستانی قضیه و اینکه کلا اروین یالوم از اون نویسنده هاییه که به صورت داستانی میاد یه موضوع مهمی رو پیش میبره که خب اکثرا هم روانشناسیه. و این دومین کتابیه که من از اروین یالوم خوندم و واقعا دوست دارم بازم برم کتاب دیگرش رو بخونم. کتاب درمان اگزیستانسیالش هم صوتیش رو شنیدم، یه ذره سنگین بود ولی خوب بود. حالا کلا بذاریم برگردیم به درمان شوپنهاور. من اول که میخواستم این کتاب رو شروع کنم فکر میکردم خیلی خسته کننده باشه یا مثلا خیلی درمانی باشه، خیلی روانشناسی باشه، ولی اصلا اینطوری نیست. یعنی کلا کتاب این مدلی شروع میشه که در واقع روی یه گروه درمانی داستانش میچرخه که یه روانشناس داره اون گروه درمانی رو هدایت میکنه و یه نفری تو این گروه درمانی هست که قبلا بیمار اون روانشناسه بوده. روانشناس اسمش جولیوسه و این که میگم اسمش فیلیپه. فیلیپ قبلا مریض جولیوس بوده، در واقع تحت درمانش بوده، ولی خب خودش گفته که نه، من اصلا نتونستم از جولیوس کمکی بگیرم و رفته و وارد داستانها و فلسفه شوپنهاور شده و خودش ادعا داره که شوپنهاور بود که منو درمان کرد. و کلا کتاب این مدلیه که مثلا یه ذره میخونه، یه فصل از گروه درمانی، اتفاقایی که تو گروه درمانی میفته رو توضیح میده، فیلیپ و جولیوس و اینا، تغییراتشون، و یه فصل در مورد خود شوپنهاور. یعنی اینطوریه مثلا گروه درمانی، بعد فصل بعدی شوپنهاور، بعد فصل بعدی گروه درمانی، بعد فصل بعدی شوپنهاور و کلا گذشته شوپنهاور رو میگه، از کجا رسید، از بچگیش رسیده به کجا، فلسفهش چه فلسفه‌ای هست، چه ادعاهایی داره و داره تفاوتش رو با جولیوس، همین روان درمانگری که الان داره گروه درمانی رو در واقع هدایت میکنه، توضیح میده و خیلی کتاب جذابیه و کلا حالا اسپویلش نمیکنم تو این تیکه اول ویدیو، میخواد یه بحث مهمی رو تو روانشناسی به همه ما بشناسونه و کلا هم این مدلی نیست که میگم خیلی خسته کننده باشه یا خیلی تخصصی باشه، خیلی ساده است ولی همه با خوندنش، با اینکه خیلی هم لذت بخش خوندنش، متوجه چیزی که کتاب میخواد بگه و در واقع جولیوس میخواد بگه میشه. و خب حالا داستانا که تا آخر پیش میره و اتفاقایی که میفته و تغییراتی که شکل میگیره و در نهایت فیلیپ اصلا تبدیل میشه به یه درمانگر خودش که حالا بعداً خودتون کتاب بخونین متوجه میشین که چه تغییراتی تو فیلیپ رخ داده و چطوری اون گروه درمانی تغییرش داده. من فکر میکنم کلا کتاب، یعنی من خودم وقتی که این کتاب خوندم خیلی از گروه درمانی خوشم اومد و واقعا مثلا داشتم یه جایی بهش فکر میکردم که اگه بتونم یه گروه درمانی یا یه گروهی که مثلا اینطوری باشه پیدا بکنم، حتما میرم عضو اون گروه میشم. خیلی خوبه که مثلا آدما در موردت نظر بدن، تو حرفتو رک و راست و مشکلاتتو بگی و آدما بدون پرده، بدون اینکه مثلا فکر کنن تو ناراحت میشی، نظر بدن. و خیلی به نظرم وقتی میخوندم این گروه و خب مثلا اعضاشو، حالا هر کدومشو مشکلاتشو بیان میکرد تو کتاب و اینها، به نظرم خیلی تأثیر گذاره و خودم الان دارم واقعا این فکر میکنم که برم یه گروه رو پیدا کنم و عضوش بشم.
من فکر میکنم کلا کتابم میخواد اینو بگه که تو روانشناسی چقدر اون روابط انسانی و روابط درمانگر و حالا اون کسی که تحت درمانه و کلا روابط آدما با هم میتونه چقدر تاثیرگذار باشه و چقدر مهمه و چقدر تو روند بهبود آدما میتونه کمک کنه. خب این خلاصه از کتاب بود که من اصلا نمیخواستم داستانو حالا خیلی زیاد توضیح بدم. اینجا اگر که شما قصد دارین برین کتاب بخونین، به نظرم تا همینجا بیشتر ویدیو رو نگاه نکنین، چون که تو تیکه دوم ویدیو میخوام یه ذره بیشتر در مورد داستان صحبت کنم که کسایی که نمیخوان کتاب بخونن یا حالا وقت ندارن و اینها بتونن متوجه باشن که کتاب در مورد چیه. پس اگر شما جزو اونایی هستین که میخواین برین کتاب بخونین، خداحافظ. قسمت دوم ویدیو. بچه‌ها همونطور که گفتم ما با یه روان درمانگر توی کتاب مواجهیم به نام جولیوس. جولیوس یه روان درمانگر خیلی خیلی معروفی بوده، خیلی موفق، خیلی از همه نظر عالی، که میره دکتر و متوجه میشه که یه سرطانی داره و دکتر بهش میگه که 1 سال بیشتر زنده نیستی. جولیوس میگه خیلی از نظر روانی فرو پاشیدم و اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم و اینها. یا روزهای خیلی تاریکی تو زندگیش میگذرونه و تصمیم میگیره بره سراغ کیسایی که فکر میکرده موفقیت آمیز نبودن تو کارش. و اولین کسی که به ذهنش میاد یه آدمی بوده به نام فیلیپ که 3 سال فیلیپ تحت درمان جولیوس بوده، اما اصلا موفقیت آمیز نبوده و کمکی نتونسته جولیوس بهش بکنه. با فیلیپ تماس میگیره و بهش میگه که میخوام بیام ببینم تو اینا. فیلیپ خیلی سرد و بیروح و اینا برخورد میکنه، کلا همون جوری که جولیوس انتظار داشته. یه آدمی که البته یعنی دلیل اینکه فیلیپ پیش جولیوس میرفته این بوده که معتاد روابط جنسی بوده و اصلا هیچ دوستی نداشته، خیلی خیلی تنها بوده. البته این به خاطر اینا نمیرفته، بیشتر به خاطر اون اعتیاد جنسی میرفته، اما این جولیوس اینو متوجه شده بوده که فیلیپ یه آدم خیلی تنهاییه، هیچ روابط انسانی نداره. و خلاصه حالا بخونید کتابو و یه آدمه رو تصور کنین که هیچ دوستی نداره، خیلی تنهاست، خیلی خشک و بیروحه، لبخند نمیزنه، خیلی جدیه، فقط سرش تو مثلا کار خودشه و برای من خیلی آدم جذابی به نظر نمیرسید. حالا به هر دلیلی میره فیلیپو میبینه و بهش میگه که من اینجوریه با داستانم و میخوام ببینم که چرا یعنی موفقیت آمیز نبود درمان ما و الان تو چه مرحله هستی، خوبی بعد اینا. فیلیپ براش توضیح میده که نه من اصلا با تو خوب نشدم و نه خودم خوب کردم و شوپنهاور منو خوب کرد. من رفتم سراغ فلسفه شوپنهاور، کتاباشو خوندم، با فلسفهش آشنا شدم و اون بود که منو خوب کرد. و شوپنهاور کلا وقتی که کتاب داره در موردش میگه تو ذهن من یه آدم بدبین و تنها و کسی که کلا خودشو از آدمای اطرافش خیلی بالاتر میدونه و میگه آره مثلا انسان‌ها خیلی پستن و هیچ خودشو اصلا یعنی لایق هیچی نیستن، خودشو خیلی خیلی بالا میدونه و مثلا باید آدم از هر لحظه استفاده کنه و این مدلی. خب کتاب یه ذره در مورد زندگی شوپنهاور هم میگه که من حالا اینجا واردش نمیشم، اون قسمت جذابش برای من گروه درمانیه بود. حالا به هر دلیلی فیلیپ و جولیوس جلو میرن، اون از شوپنهاور میگه، جولیوس نمیخواد مثلا قبول کنه. واقعا 2 تا فلسفه متفاوتن. جولیوس کلا فلسفه درمانیش بر این اساسه که رابطه برقرار کنه با بیماراش، بتونه راحت باشون صحبت کنه، اونا بتونن صحبت کنن، ولی کلا شوپنهاور و فیلیپ یا 2 فلسفه خیلی خیلی متفاوت دارن. فیلیپ میگه من میخوام روان درمانگر بشم و من از رشته‌ام اومدم بیرون و رفتم فلسفه خوندم و اینا، یعنی شوپنهاور انقدر برای من تاثیرگذار بوده که این کار کردم و میخوام روان درمانگر بشم و میخوام که تو کمکم کنی، یعنی تو راهنمایی کنی و تو تجربیاتتو در اختیار من بذاری. جولیوس بهش میگه من در صورتی اینو قبول میکنم که تو 6 ماه حداقل وارد گروه درمانی من بشی. و فیلیپ وارد گروه درمانی میشه. بار اولی که وارد میشه بقیه اعضا خیلی خوششون نمیاد، خب همش نقل قولایی رو از شوپنهاور میکنه،
از اینکه انسان تنهاست و زندگی فقط رنجه و خب یه جاهایی درسته ها، ولی اگه کتاب بخونین، حالا جملاتشو بخونین، میبینین که شوپنهاور چقدر بدبین بوده به زندگی و مخالف سرسخت روابط انسانی بوده که تو نباید دوستی داشته باشی، خودت تنهایی، خودت باید بری جلو، اصلا آدما لایقی نیستن که تو بخوای باشون دوستی کنی، تو از همه خیلی بهتری و از این صحبتا. تو گروه درمانی اتفاقایی میفته. خب حالا هر کسی میاد مشکلاتشون میگه و خیلی جذابه برای من این تیکه داستان گروه درمانی که مثلا یه نفر میاد یه چیزی رو میگه بعد بازخورد میده و اینکه چطور روان درمانگر میاد گروه رو کنترل میکنه و رفته فیلیپ خیلی تغییر میکنن و مثلا اصلا چیزی که من فکر نمی‌کردم، اما همیشه منتظر بودم ببینم داستان قراره چه اتفاقی براش بیفته. فیلیپ قراره، یعنی این جولیوس فیلیپ قراره چه اتفاقی بیفته؟ جولیوس تغییر میکنه، فیلیپ تغییر میکنه، گروه درمانی چه اتفاقی براش میفته؟ بعد یه جلسه پیش میاد که فیلیپ یهو دیگه میتره که میزنه زیر گریه و اصلا حالش خیلی بد میشه و اینا و انگار که هر چیزی از شوپنهاور خونده بوده فرو میریزه و جولیوس میگه من اینجا دیگه احساس موفقیت میکردم و کلا چیزی که کتاب میخواد از این گروه درمانی و حالا هی فصلایی که در مورد شوپنهاور صحبت میکنه میخواد بگه اینه که چقدر روابط انسانی مهمه، چقدر این معاشرت مهمه، اصلا اینه که حال آدم خوب میکنه و هیچ چیز دیگه ای نیست. در نهایت خب جولیوس چون بیمار بوده فوت میکنه و فیلیپ تبدیل میشه به یه روان درمانگری که حالا خودش گروه درمانی داره و کلا هم دیگه فلسفه شوپنهاور تقریبا تو ذهنش خیلی کمرنگ شده، یا اون بدبینی شوپنهاور حداقل تو ذهنش خیلی کمرنگ شده و یه جای خیلی به من جذاب بود، میگه که جولیوس کمک کرد به من و من داشتم من فکر میکنم که کاش که یه نفرم میتونست به شوپنهاور کمک کنه و این شوپنهاور این فرصت رو نداشت و این در واقع خیلی بیچاره بود که این فرصت رو پیدا نکرد که اینو بفهمه و خیلی جذابه. یعنی متن خیلی جذابه، داستان خیلی جذابه، تو از توی داستان خیلی یاد میگیری و من میگم انقدر کتاب رو دوست داشتم. میبینم چند صفحه است، تقریبا 489 صفحه است، ولی انقدر من اینو دوست داشتم که واقعا دلم نمیخواست تموم شه و بهتون پیشنهاد میکنم حالا اگر این تیکه دوم ویدیو رو هم گوش دادین برین کتاب بخونین، پر از جملاتیه که میتونه بهتون کمک کنه، مخصوصا اگر به داستانها و مباحث روانشناسی خیلی علاقه دارین.